حکم استفاده از تخمک‌های اهدایی چیست؟ ببینید در مورد به اصطلاح تخمک اهدایی یا به صورت کلی در مورد تلقیح یا لقاح مصنوعی، در صورتی که اسپرم و تخمک از خود زن و شوهر باشند، اسپرم یا تخمک از خود زن و شوهر باشند، به طور مثال به صورت طبیعی نمیتوانند که باردار بشوند، اینها به اصطلاح استخراج می شود و خارج از رحم اینها بارور می شود و دوباره به رحم خود زن به اصطلاح برگردانده می شود. در صورت ضرورت این حالت جایز هست. یا حالت دیگری هم که جایز هست این است که فرض کنیم که شوهر به صورت طبیعی نمیتواند که به اصطلاح بچه دار بشود، اما از خود اسپرم همین شوهر گرفته می شود و به اصطلاح تزریق می شود در رحم خانمش که باردار بشود. این صورتش هم از نظر شرعی اشکالی ندارد. اما این که اسپرم یا تخمک از یک فرد ثالثی گرفته بشود و در رحم به اصطلاح این زن به اصطلاح تزریق بشود، این از نظر شرعی جایز نیست و حرام هست، زیرا که در این زمینه مسائل زیادی هستند. بحث نسب در اینجا به وجود میاد، بحث محرمیت و عدم محرمیت به وجود میاد، بحث ازدواج به وجود میاد، بحث ارث به وجود میاد، انساب به صورت کلی مختلط میشه به خاطر و خودشون به اصطلاح یک سری محظوریت های شرعی دیگری هم به وجود میاد، اختلافاتی به وجود میاد که بنابر این گونه موارد نظر اهل سنت و الجماعت در این زمینه این است که چنین موردی از نظر شرعی جایز نیست.